با افتخار 35 سالگی استقلال دولتی در ولایت سوخت کارهای آبادانی و سازندگی همه‌روزه اوج تازه گرفته، ساکنان در همبستگی آمادگی خود را برای سهمگذاری در رشد و پیشرفت وطن بیان می‌دارند. در این روند شهروندان منتظم در کارهای سازندگی و حشر عمومی خلقی اشتراک نموده سهم خود را در تازگی و شکوفایی یک کنج دیار می‌گذارند. روزهای استراحت گذشته در قلمرو ولایت حشر عمومی خلقی گذرانیده شده، کوچه و خیابان، موضع‌های استراحتی و فراغتی و نزد کارخانه و مؤسسه‌ها از پرتاب تازه کرده شد. اقدام مذکور با تشبث و سپارش رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت برگزار گردیده، هدف وسعت کارهای تازگی و آبادانی، گلشنانی و سبزکاری، تازه کردن حدود مؤسسه، کوچه و خیابان، جویبار، زهبور، ساحل دریا، محله و دهات، باغ و گلگشت به حساب می رود. در این روز کارمندان تشکیلات و کارخانه ها، مؤسسه های ساحه معارف و تندرستی، استادان و دانشجویان مؤسسه های عالی کسبی و میانی مخصوص به حشر دست جمعی برآمده در تازگی محیط اطراف شرکت ورزیدند. بیمارخانه کلینیکی ولایت سوخت از زمره مؤسسه های بانفوذ ولایت به شمار رفته در حشر دست جمعی اهل کارمندان مؤسسه فعالانه شرکت ورزیدند. ما اهل کارمندان بیمارخانه کلینیکی ولایت سوخت به نام سنگین کتفیدین برای تازه آباد نمودن گود و اطراف بیمارخانه دست جمعانه برآمدیم. تازگی این محیط اطراف بیمارخانه این سالمی جامعه است. در بیمارخانه ولایتی ما بسیار بیماران مراجعت می‌نمایند برای همون گود و اطراف بیمارخانه آباد شدنش روحی بیماران را شاد می‌نمایند. اهل کارمندان بیمارخانه اقدام گرفتیم که چنین اهل شنبه‌ها هر هفته دوام می‌کنند. این حشر عمومی خلقی با مقصد تازه نمودن گید و اطراف بیمارخانه از پرتاها از علف‌های بیگانه تازه نمودن بیمارخانه برای مانده شده است. تازگی و آبادانی، از پرتو تازه نمودن محیط اطراف، شنانیدن گل و بوته‌ها از عنعنه‌های نیک خلق تاجیک به حساب می‌رود، زیرا اقدام مذکور برابر تازگی محیط اطراف در قلب ساکنان حس زیبایی پرستی و سبزکاری را بیدار می‌سازد. باید تذکر داد که با تلاش و دستگیری اقدام‌های شایسته حکومت کشور و متحدی و همبستگی ساکنان تاجیکستان صاحب استقلال روز از روز آباد و زیبا گردیده و یک کشوری پیشرفته و شکوفان تبدیل داده می شود. در حشر عمومی خلقی از طرف ساکنان محیط اطراف، جایبارهای قطعی راه از پرتو تازه و حدود تشکیلات و مؤسسه‌ها سبز و خرم گردانیده شد.